موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق میدهند، در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همون بنده هایی که امروز تکبری میکنند، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، اونها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد، در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخواییم البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر می شود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عمل های شما وابسته به نیت های شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام می دهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما می دهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانید، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید.
یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تو اگر زبان از زبانش نکشاید اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همون زن هیچ کس طلاق گفته نمی تواند. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سبت‌های خود گفتید که با همسایه‌های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه‌های ما، پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی میرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد و اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گو معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنن از روی نادانی کردن. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند
باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاء الله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست. باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود. وقتی که ایمان آورد، پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگویید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگویید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد، یعنی اونها چنان یک طرب داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشون حرام است در اسلام. اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتن العین حقون، چشم حق است گفتن، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیثی دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دگ جا میکند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دگ و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد، شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های
در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرط که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش به سوی همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته، در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستن که از قرآن، آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند. خدا رحمت کند همین مزارها را. سلام داملای خوش زبان حاجی میرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم، بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمی پیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد می کرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدتی 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه می کند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از خصلت بد پدرم دیگر بر نمی گردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست، شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسی توی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه، ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چه در باب ساتر، چه در باب خلوت کردن و چه در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد
چی خیش و تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشیند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود، گفت پیغمبر، و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت می کند. بینید این حالتی که هست، باور کنین، گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد، چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیست؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین، گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد، چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیست؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند، حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند، شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتن در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو، بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحنو الموت. اگر اینها گفت نزدیک شود، تصور کنید که این یک هلاکت است. با اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مردی بیگانه درآید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم، این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند، اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند در دستش می دهند. از روزی که وی می نویسد البته حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد اون می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم، اون میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج دماند است، با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ آی ملا هم نیست بیچاره، اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی دارد؟
گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین، بلکه این ملا خوب میشد که مردم میخیزانید، از جاش میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه امین مراسم ها از اسلامند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد، هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیر برنج مانده باشد همون را به مردم ده، بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیر برنجش خیزین نه پیش دیگرش، بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیرید. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین. سلام ای پیروی دین مبین اسلام حاجی میرزای عزیز، من یک سوال دارم که برادر من حق دارد که زن مرا زند، که زیرا میگوید که من حق دارم، چی کار کنم؟ با همین کار سبب شد و زندگی من ویران شد. حقیقت این را به من بیان کنید. من یک مخلص شما از ناحیه ورزاب شهر دوشنبه هستم. دوم سوال، پدرم از مادرم جدا شده است، وی زن دارد، از ما جدا می باشد. به من زکات دادن جایز است یا نه؟ برای آنکه زندگانی را من با همراهی مادرم دادرانم پیش برده ایستادم. اینجا یکم سوالش جواب میگوییم. البته برادر او حقوق ندارد که زن دادرش لط قین کند، یعنی بالای اون زن فقط شوهرش حق دارد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، گفت از پیغمبر بزرگترین حق بالای همون زنها فقط شوهرها دارند. یعنی از تمام پستی و بلندی این زن فقط شوهر پرسیده می شود. از این خاطر این حقوق ندارد که زن اون برادرش لط قین کند. و این پدری که اگرچنده که وی زن گرفته است جدا هم که شده باشد، فرزند حق ندارد که به پدر خود زکات دهد یا به مادرش زکات دهد، یا پدر و مادر مالدار باشد فرزنداش زکات دهند. این درست نیست در اسلام. فقط زکات دادن میتواند برادر دهد، برادر خواهرهاش دهد، یا خواهری به دولت باشد میتواند که مثال خواهر و اپش زکات دهد. بین فرزندها دادن زکات جایز، لیکن بین پدر و فرزند یا بین دختر و مادر این در اسلام درست نیست زکات دادن. در پهلوی ما کسیته فروش است که دایم کسیته های شما را میماند و ما گوش میکنیم. شما یک ثبت خود گفتید که بچه بیزن علم داشته باشد پیش در آمدنش جایز است، ولی یک معلم میگوید که بچه یاش را ممکن نیست پیش در آمدن و میگوید که این ملای شما حاجی میرزا حزب تحریر است و تا روزی که هستیم آن چیزی که مسئله که هست انشاءالله ما حقیقت به گوش شما میرسانیم. امروز هر کس هر چی میگوید، ما را سلفی هم میگویند، ما را تحریری هم میگویند و دیگر مسئله های زیاد. باور کنین یک چیزهای میشنویم که همش تهمت است. الحمدلله از همه این ما الحمدلله خالی هستیم. ما آن چیزی که هست در آیت های قرآن، آن چیزی که هست در احادیث های پیغمبر خدا، آن چیزی که هست در مسئله هایی که ما و شما میخونیم از مذهب ابو حنیفه، ما همون به سمع شما رسانیده ایستاده. از همه این تهمت ها هستند.
این هیچ کدامش حقیقتی ندارد. اگر کدام اونها را شما دریاب میکنید پیش من بیارید مثال اثبات کند، بعداً گوش کنید خدان چی مثال چی جواب میگیرد و چی میگوید. دروغ است. و بچه بیزن حق دارد که پیش در آید. اگر عالم باشد حقوق دارد که نماز مردم خوانده دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، از شما میخواهم که درباره حجاب موضوع میگذرانید در جمعه های نزدیک. خدا خواسته باشد انشاءالله این موضوع هم در فکر ما هست که در باب حجاب، در باب لباس زنها هم انشاءالله یک صحبت میکنیم. دوم اینکه درباره ترجمه سوره قاف موضوع میگذرانید که آن حالت این دنیا و آن دنیا را بیان میکند. از زبان شیرین شما شنیدن میخواهیم. سوم سوال اینکه منزل بابای آدم علیه السلام و مام حوا در کجا واقع است؟ در قصه نوح علیه السلام آمده است که خداوند با وی امر کرد که آنها را در کشتی خود بار کن تا که آنها را زیر آب نماند. بعد از اینها آنها را کجا بردند؟ از شما عذر بسیار میخواهم که با این سوالهایمان شما را غم و دقت میدهیم. ما مخلصان اشدی از بازار کاروان در حق ما دعای خیر کنید که خداوند قلبهای ما را ممنوع از نور و یقین از ایمان بگرداند. خداوند عمر شما را دراز بگرداند. دوستداران شما نصرالدین و رستم و نام رستم خوب است یا نه؟ مرا ببخشید حاجی شیرین گفتار. در اسلام بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن است. بهترین نام همون نامی هست که با عبد اگر شروع شود، یا نامهای پیغمبر ما و شما به نام یاسین و احمد و محمود و اینا بهترین نام ها هستند. منزل بابای آدم در اصل در تاریخ ها میگوید، چه تاریخ تبری هم میگوید که وقتی که دنیا زیر آب میمان خداوند به نوح امر کرد که حضرت آدم استخوانهاش با همراه مام حوا بگیر تا که این آبی که دنیا را میگیرد این آب مقرری نیست، این بلکه آب عذاب است. یعنی این عذاب دارد تا که اینها از عذاب پروردگار خلاص شوند و اینها را همراه خود ببر. در اون تاریخ ها دیگر نگفته است که یعنی بابای آدم و مام حوا در کجا است، لیکن اینجا حاجی های هستند که زیارت کردن میگویند که در هندوستان است. یک حاجی دیگر او روز آمدن ما را زیارت گفتن بابای آدم در بیت المقدس ما زیارت کردیم. برای همین من نمیدانم در کجاست، لیکن بسیارتر مردم میگویند که در همون هندوستان هستند. شاید دانستنش به ما و شما قدر شرط هم نیست. جایده باشن. خدا رحمت و مغفرت جان. السلام علیکم داملای شیرین بیان. من یک نفر مخلص شما از شهر دوشنبه. من با نزدیکی عائله دار شدم و میخواهم در حق عائله ما دعا کنید و خود من دانشجو می باشم. با احترام ایشان جمال الدین. خدای مهربان این حیات این ایشان جمال الدین پرفیض و پربرکات کنه و خداوند فرزندان سالم و صالح نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام حاجی محترم که فخر کلاب ما می باشید. بعد السلام این که درباره مائندرها یک جمعه خود را که خیلی وقت زیادی خود را صرف می کند صحبت می کردید که مائندرهای بیرحم برای پسر و دختران همان شوهر اوست معامله بد می کنند و تنگروی ها می کنند. صحبت شیرین می کردید زیرا همان طفل ها گناهی ندارند. این برای این گونه زنها تأثیر می بخشید و از یزدان پاک سلامتی شما را خواهانم و در حقمان دعا کنید که بنده گناهگاریم و خداوند گناههای ما را مغفرت کند. التماس دعا کنید خداوند گناههای این بنده را مغفرت بگردانی و خدا از جمیع آفتها در حفظ امانش نگه بداری. آمین یا رب العالمین. و درباره مائندرها که البته امروز همه شما میدانین وقتی که یک مرد زنش از دنیا میگذرد یک زن میگیرد اون دیگر چنان معامله دارد که مجبور می شود این مرد از همه فرزندهایی که در خانه دارد از همه اونها گذر کند برای خاطر همین زن. برای خاطر این زن از
5 فرزند است، 6 فرزند است، چندی که باشد همه اونها را پیش میکند و همون خانه را صاحب میشود. لیکن این خطا هست در اسلام، این بسیار خطای کلان است. اگر همون زنی که وای اگر خدا ترس باشد و زنی کردنی باشد، هیچگاه این شرط ها را نمیماند که این فرزندات از خانه بیرون کن، بعدا من همراه تو زندگی میکنم. یعنی هیچگاه تو را نمیخواهد او، بلکه همون خانه تو را میخواهد. در اصل اون طفل ها و اون کودک ها چی جای گناه، چی گناه دارن اونها برعکس بیچاره احتیاج دارن در آغوش گرم مادر ایستادن را. اونها همه دل شکسته شدند. اونها را تا جای این مادری که آمد همچون مادر باید نوازش کند، باید که پرستش کند، باید برای اونها دلتیی کند. رسول اکرم میگوید انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه والوسطی. گفت از کسی که اگر حال یتیم ها را غمخواری میکند، کسی اگر سر یتیم ها را دستمال میکند، یقین داند که مثل انمین 2 انگوش بر من در روز قیامت نزدیک است. پیغمبر خدا احترام یتیم ها میکردند، بی کس ها را پشتیبان میشدند. برای چی پیغمبر خدا ببینید فقط زنی که گرفته است، هیچ کدامی اون دختر نبود بغیر عایشه، همه اونها صاحب فرزند بودند. به خاطر نوازش فرزندای اونها را نکاح کرده گرفت، فرزندای اونها را نوازش کنند. باید این مایندرها بگیم، این مادرهایی که آمدن در این خانه باید که چه خدمتی در مرد کنند، چه خدمتی فرزندهای او را کنند، اونها را به وایه رساند. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت هکذا. باز حدیث پیغمبر است، کسی اگر 2 دخترچه را اگر تربیه میکند، روز قیامت میآید هکذا. گفت پیغمبر با اشاره 2 انگوش کردن. کسی تربیه اگر 2 تا کودک میکند، باید که این مادرها کودکها را تربیه کنند. از تربیه خوبی میکردگیش باز فایده این فرزندها را یک اندک پس انشاءالله میبیند. اینها را دربدر نکند. اینها را که دربدر کردی اون جوان است، به همه کار قادر است، اونها بیراه میشود. اون پدر مسئولیت دارد در بالای همه فرزندها، جوابگر در نزد پروردگار است. شاعر چی میگوید؟ میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر روح البیانه. میگوید اگر شما میبینید که یک یتیم از حساب نداشتن مادر است یا پدر است، سری خود پیشه کرده است، سری خم دارد، چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. وقتی دیدی یتیمی را بی صاحب است، آغوش مادر پدر میفارش، در پیش او یتیم شاعر میگد به فرزند خودت بوسه نده. زیرا او یتیم وقتی که نگاه میکند مهربانی او فرزند، البته دلی وای گریان میشود، وای غمگین میشود. برای دل یتیم غمگین نشدن شما فرزندهاتان در پیش یتیم ها نوازش نکنید. میگوید الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همه چون بگرید یتیم. شاعر گو وقتی یتیم گریان شد، یقین دانید که عرش پروردگار در جنبش می آید. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. پیغمبر گفت از من نیست، گفت کدام مرد و کدام زن، آن مرد و آن زنی که به خردسالها اگر رحم نداشته باشد، اگر با این خردسالها اگر رحم نداشته باشد، چی مرد باشد چی زن باشد، لیس منا، گفت پیغمبر از ما نیست، از امت اسلام نیست. یعنی این کسی نباشد. باید که برای حیات برقرار کردنشان چیکار کنن؟ باید در بین یکدیگر محبت داشته باشند. چی زن کودک دار باشد چی مرد کودک دار باشد، باید که در تربیه یکدیگر روند. این جوانهایی هست که امروز زنهای 3 کودکدار و 4 کودکدار برای خاطر فرزنداشون نکاح کرده میگیرند تا که کودکای اونها را ما نوازش کنیم.
این بیرحمی است که وقتی که وای وارد خانه من شود، من به خاطر همین خیال زن بدبختی که سبب چند پراکندگی فرزندای من شود، من فرزندام پیش کنم و وای در آغوشم گیرم، وای به تو هیچگاه زنی نمیکنه، زیرا این شرطی که وای مانده شرط اسلامی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی مرزا. یکی از نزدیکان من دختر از من خواهش نمود که مکتوب من را به حاجی محترم رسانیده و من مصلحت دهد. من طولی چند سال است که کتاب میخوانم، نماز میخوانم، ستر عورت میکنم. همسایه ها تهمت کرده خواستگارهایمان را از راه میگردانند و اینها میگویند که این دختر کسلی هست، همین کسبه را در سرش مانده و برای همین کتاب میخواند، سطر میکند و برادرانم میگویند که سطر نکن، من با گپ برادرانم بگیرم یا که نی، سطر عورت کنم یا نکنم. البته امروز این سوال یک بار دیگر بر ما وارد شده بود که بعضی همسایه های هستند که به خانه یک همسایه اگر خواستگار آید کار میکنند که پیش راه او را گیرند. هر گونه تهمت هایی که چگونه ما را میکنند، هم گونه تهمت ها را مثال میرسانند که وای کسلی است و وای دیگر است و وای دیگر است گفته، یعنی نمیخواهند که در خانه همون همسایه‌اش یک خرسندی برپا شود. حالان که حبیب خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان کامل ندارد آن مؤمنی که اگر آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد، یعنی خرسندی را دوست می‌دارد، دختری خودش به شوهر دادن را دوست می‌دارد، لیکن برای همسایه‌اش این اگر دوست ندارد، اون همسایه گو ایمان ندارد. المسلم اخو المسلم گفتم پیغمبر، لا یکذبوه ولا یخذلوه ولا یخونوه. مسلمان برادر مسلمان است، باید که مسلمان خیانت نکند، مسلمان دروغ نگوید، مسلمان خار نسازد. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه و ماله و دمه. پیغمبر میگه هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی؟ آبروی او، مال او، قدر و قیمت او. برعکس ما و شما باید که امروز تبلیغ کنیم. اگر در همسایه هامان دخترهای باکره رسیدگی باشد، باید که دیگر جوانها را تبلیغ کنیم که در همسایگی ما فلان دختری هست، بی نهایت دختری خوب است. باید اینها را تبلیغ کنیم تا که اونها تیزتر صاحب شوهر شوند. این کارها ماندگی ما و شما دشمنی می‌ورزیم. در این حالت ما و شما ایمان از دست میدیم. و این خواهر میگوید گپی برادر ما گیرم یا نگیرم ستر عورت میکنم، تا جای این برادرها یک ناموس اسلامی داشته باشند که خواهر خودشان امر به روی مال انداختن کنند، باز نخواه که یک به ناموسی اونها را فرا گرفته باشد و نخواهند که خواهر اونها روی مال داشته باشد یا پیشی بری بسته داشته باشد. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. خدا میگوید ما سپارش دادیم فرزند آدم را که با پدر و مادرش مهربان باشد، نیکوکار باشد. وقتی تفسیر این آیت خواندم، سعد ابن ابی وقاص میگوید این آیت در شأن من نازل شده است. چگونه؟ میگوید وقتی من ایمان آوردم مادرم بر من خبر داد. سعد گفت خدا به تو سپارش داد که وصینا الانسان بوالدیه حسنا، با پدر و مادرتان مهربان باشید، اطاعت کننده باشید. پس من بر تو امر میکنم ای سعد که کافر شو، و الا اگر کافر نشوی من نه غذا میخورم نه هیچ نوشابه می نوشم و این آفتاب سوزانی که میبینی این آفتاب ترک نمی سازم، به زیر سایه نمی روم. میگد این مادر این گونه کرد برای آنکه سعد ابن ابی وقاص از ایمان محمدی برگردد و کافر شود. این شرط در پیش سعد گذاشت.
یا کافر میشوی یا مادر در همین زیر آفتاب بی غذا و بی شراب هلاک میشود. وقتی میگه زیر آفتاب رفت این مادر، یک شب میگوید تا روز چیزی ننوشید، چیزی نخورد و در آفتاب میگه نشستگی بود. روز دوم شد از آفتاب نمیخیست، برای فرزندش کافر شدن. روز دوم هم میگه تمام شد، مفسرای قرآن میگویند روز سوم بود که مادر بیهوش افتید. سعد بالای سر مادر آمد، چی کلمه گفت؟ مادر گفت اگر گفت تو 100 جان داشته باشی و هر یک جانی تو گفت با این گونه مشقت از بدن تو جدا شود، من کسی نیستم که از ایمان محمدی برگردم. من کسی نیستم که من از ایمان محمدی برگردم. اگر 100 جان داشته باشی با این گونه مشقت جانها از بدن تو جدا شوند، من کافر نمیشوم. اختیار داری. گفت مادر وقتی میگه این سیاست فرزند شنید، این اراده مستحکم فرزند که شنید، از زیر آفتاب خیست آمد، میگه غذا هم خورد و نوشابش هم نوشید. یعنی باید این خواهر و این دادرهایی که در این راه هستند باید صاحب اراده باشند. باید دیگر دلالت هیچ کس در نزد پروردگار گناهکار شدن این بهتر نیست از او که تو در نزد برادرت، پدر مادرت ملامت زده میشوی. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان اشدی شما از دهه بلیان پایان ناحیه دنقره با طلب زیارت شما آمدیم که نماز جمعه عین اجابت دعاست. از شما التماس یک دعای نیک کنید. این برادران از ناحیه دنقره چند جمعه شد که در این جمعه های ما و شما خیلی نفرهای زیاد آمده اشتراک دارند. در حقشون دعا کنیم که خدای مهربان این برادرانی که از بلیان پایان و از دیگر ناحیه های دنقره و این جمعه ما و شما می آیند، خدا در هر قدمشون حسنات کتابت کند، عمر ایشان دراز و توفیقشون باز هم خدای مهربان زیاده بگرداند و به تمام مراد و مطلوب های نیک خدای مهربان موفقشون بگرداند. آمین یا رب العالمین. خوش آمدند. السلام علیکم حاجی میرزا. من یکی از مخلصان شما از شهر نارک می باشم. نصیب باشد به زیارت می آیم. ما اهل خانواده هم شما را دوست می داریم و در حق شما هر نماز دعا می کنیم که چنین پیشوا داریم. ماه ایون مادرم از دنیا گذشت. می خواهم که در حق مادرم و خانواده هایم دعا کنید. نام من سفرعلی و بگویید که نام من خوب است یا نه. نام شما خوب است و خدای مهربان این مادر روحش شاد و قبرش پر نور و این برادر سفرعلی را چه خداوند عمر دراز و تنی صحت نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. درباره نانی که در خانه مرددار می آرند، همسایه هایی که شب برای ختم می روند، نان خوردن جایز است یا نه؟ تا سه روزگی را التماس که جواب گردونید که همین روز، یعنی اگر روزی که جنازه می شود در یگان محله های ما و شما، حدیث پیغمبری خدا هست اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما وقتی که جعفر از دنیا گذشت، برادر حضرت علی و رسول اکرم امر کردند که جعفر خانوادهش نگذارید که طعام پزی کنند، زیرا آنها مشغول به مصیبت هستند. شما همسایه ها نان و آب آنها را تا 3 روز چکار کنید؟ آماده کنید. برای همین در تمامی یعنی فقه های ما و شما و حدیث ها هم در این باب وجود دارد، تا 3 روز در خانه مرددار باید که از جانب مرددار چیز پخت و پز نشود، باید که همسایه ها آماده کنند. زیرا که عزیزان ما و شما میگوید این طعام پختن و این طرب و سرور فقط برای روزهای خرسندی هست و این بنده که امروز مصیبت دارد باید که مردم همسایه ها او را از آب و نان تأمین کند. لیکن شب وقتی که ما و شما بسیاری خوراک میبریم، یعنی در خانه خوراک زیاد میماند،
بهترین صورتش همین است که اگر در همون اطرافا همسایه های کمبغل باشد اونها را برده در خانه اونها دهیم. و الا اگر همون همسایه هایی که می آیند و از همون طعام همسایه ها اگر در همون شب همراه خانه‌دار خورن هم اینم اجازت است. این همراه اگر همون خانه‌دار همون طعام هایی که از همسایه ها می آید برای آنی که اونها اسراف نشوند، برای اونها را مثال در گاوها تقسیم نکنن، اونها را همون شب مثال همراه خانه‌دار خورن، این در اجازت هست. لیکن بهترین صورتش اگر شما اونها را در همسایه های کم بغل یا نگاه کنین که در جایهایی که مثال مردم محتاج هستند اگر همون نان و آبی که باقی مانده است برده دهین، اینش با افضلتر و بهترتر است.